بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بالرافضة السبابين الشتامين بشتى أحزابهم وأعوانهم بقيادة خامنئي وجيشه ودولته. اللهم شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ما قد مضى وعصمنا فيما بقي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمین. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر حبیب حق و سرور خلق که با تحمل رنجهای فراوان گنج آسمانی خداشناسی و هدف از خلقت را به ما آموخت. درود خداوند بر او باد که با تحمل رنجهای فراوان پیام آسمانی را به ما انسانها ارزانی داشت. درود خداوند بر عطرت طاهرش، بر نسب پاکش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان به نص قرآن، نه مادران مشرکان و بی‌تربیتان و سبابان و شتامانی که در تکایا و در زینبیه ها و در فاطمیه ها و در بقیه شرکده های روحانیت دجال امام تراش بی‌تربیت شده‌اند. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند، به پیامش ایمان آوردند، به کتابش چنگ زدند، چنان به احکام کتابش و دینش مو به مو عمل کردند و چنان در این راه جانفشانی و مالفشانی کردند که خداوند جل جلاله و عم نواله همچنان که در کتب پیشین از محمد و اصحاب محمد یاد کرده بود، در قرآن نیز
اونها را بعد از پیامبر اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام شاگردان مکتب محمدی را بعد از پیامبر الگوی مؤمنان قرار داد و در بستر تاریخ در طول تاریخ از مؤمنان از اهل بیت و غیر اهل بیت خواست که اگر بخواهید خداوند از شما راضی شود همچنان که از اونها راضی شده و شما را به همون بهشتی ببرد که اونها را میبرد به نیکویی از اونها پیروی کنید چون شاگردان مکتب محمدی هستند. دین خود را به نیکویی از اونها یاد بگیرید. من خداوند از دلهای اونها خبر دارم، تزکیه‌شون میکنم. کسی را که خداوند تزکیه کرده یعنی بهشتی هستند. و از خداوند متعال تقاضا دارم که بر کسانی که در شرکده های روحانیت دجال مدعی تشیع که دروغگویان و کذابان و سیاستبازان و موج سواران اونها را برادر خود میخوانند، دشمنان اصحاب محمد را برادر خود میخوانند، اگر برای عوام عذری باشد برای دجالان عذری نیست. خداوند این دجالان را به همان سزایی برساند که بقیه دجالان تاریخ را بدان گرفتار کرده است و ما را و شما را سبب روشنایی دلها قرار بدهد. و از خداوند متعال تقاضا دارم که فردا که دوشنبه است خداوند توفیق احیای سنت نبوی را یعنی روزه گرفتن را به ما و شما عطا بفرماید و این شبهای طولانی را به ما و شما بخصوص در ثلث اخیر شب که خداوند بر آسمان و زمین نزول می فرماید چطور خدا داند، همچنان که رسول اکرم فرمودند و می فرماید که آیا دعا کننده ای هست که دعایش را بپذیرم، نیازمندی هست که نیازش را برآورده کنم. خداوند به ما و شما احیای توفیق دعا کردن در ثلث اخیر شب را و نماز قیام خوندن را عطا بفرماید. و از خداوند متعال تقاضا دارم که آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و ظالم برخیش و مصرف برخیش قبل از هر کسی دیگر و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچنان که رسول اکرم علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام میفرمایند سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند به فضل و منت خداوند رسیدیم به آیه شریفه 14 و 15 که فکر کنم این سومین جلسه باشه روی آیه 14. رسیدیم اینجا، تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه شعری و تفسیرش را. ولنسكننكم الأرض من بعدهم
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من چونها برفتند زین سرزمین، ظالمان، طاغوتان، فرعونان، خامنه‌ای ها، روحانیت های دجال، بلان با اورها، ساحران فرعون و همه فرعونان و فرعون صفتان، همه کسانی که در مقابل رسالت امامت می تراشند، در مقابل رسالت قد علم می کنند، در مقابل پیام آسمانی فرعنت می کنند، تکبر می کنند، جباری به خرج می دهند، با خدا و رسول می جنگند، با پیام عدالت آسمانی می جنگند. همه اونها را قرآن چنین خطاب قرار می دهد که ناامید نباشید، این که شما اندکید، این که بیچاره اید، این که قدرت در دستتون نیست، عجله نکنید، ناامید نباشید. جوجه را آخر پاییز میشمارند به قول ایرانی ها. اول گفته بود در آیه قبلی، آیه 13، بگفتند کفار و مرسلین که جویید آیین ما را بدین، نه اینکه خودتون حرف شما را گوش نمی کنیم، شما تابع ما باشید. گویا که این حرف امروز تکرار میشه. همین سنت تاریخه. همه فرعونان زمان اسمها متعدده. هر کسی در مقابل حق و عدالت آسمانی قد علم کند، فرعون است، متکبر است، عنید است، خمینی است، خامنه‌ای است، قذافی است و قصه هذا. بگفتند کفار بر مرسلین که جویید آیین ما را بدین، وگرنه شما را همه زین دیار برانیم بیرون و سازیم خار. چرا 5 میلیون ایرانی در سراسر دنیا بدبخته؟ جلای وطن داره، این کشور اسلامیه. اونایی که در این 40 سال این کشور اسلامی میخوندن، برادر میخوندن، خامنه‌ای رو رهبر میخوندن، نمیدونم بقیه دجالان ولایت تراش و برادر میخوندن، جاهل بودن؟ قاتل طفلکشی مثل قاسم سلیمانی را مجاهد میخوندن، اینا جاهل بودن؟ نمیدونستن؟ وگرنه شما را همه زین دیار برانیم بیرون و سازیم خار. به که میگن؟ پیغمبران، پیروان پیغمبران. کیها؟ خامنه‌ای ها، خمینی ها، فرعون ها، شاه صفوی ها، بشار ها، تیمور ها، نیرون ها، لنین ها، شارون ها، بقیه فرعونان تاریخ. چون این وحی آمد ز یکتا خدا، رسد ظالمان را هلاکت فرا. بس ای رسولان، ای قاصدان من، ای موحدان، ای مؤمنانی که به رسولان ایمان آوردید، عجله نکنید. کی تصور میکرد که خامنه‌ای به چنین مخمسه گرفتار بشه؟ کی تصور میکرد که قذافی این چنین با خاری و ذلت از دنیا بره که رئیس جمهور ایتالیا رو وادار کرد که دستشو ببوسه؟ و همه کسانی امام بسر و غیر امام بسر که مردم را به دست بوسی و خود وادار میکنند کمتر از اون نیستند. نفس هر کس کمتر از فرعون نیست، لیکن او را آن و ما را آن نیست. تفاوت در اینجاست. و فرعنت مذهبی در هر مذهبی باشه خیلی خطرناکتر از فرعنت غیر مذهبی است، چون تقدس نداره.
چون این وحی آمد ز یکتا خدا، رسد ظالمان را هلاکت فرا. ای خدایا این هلاکت را بر خامنه‌ای و بر روحانیت دجال حاکم نیز برسان و چشم ما را سرد قرار بده. چونها برفتند زین سرزمین، شما را نماییم ما جانشین. به کی؟ به رسولان، به کسانی که پیرو رسول باشند. اگر نه مثل تو مثل بقیه بشره. چون این موهبت هست خاص کسی، اینکه خداوند جانشینش قرار بده، چون این موهبت هست خاص کسی که از وعده من بترسد بسی. نه که وعده منو نثار هر فرعونی بکند، نه اینکه اونجایی که باید حرف بزنید ساکت میشید، اونجایی که باید ساکت بشید حرف بزنید. چون این موهبت هست خاص کسی که از وعده من بترسد بسی. گشادند آنگاه دست طلب، بجستند یاری و نصرت ز رب. یاری و نصرت از امام کوران و کران نخواستند، از امامزاده ها نخواستند. اینها روش های فرعونی است، اینها روش های بلعم با اورایی است، اینها روش های عیسی پرستان و عزیر پرستان و آتش پرستان تاریخه که در لباس تشیع به خورد مردم دادند و بعضا در لباس تصوف. گشادند آنگاه دست طلب، بجستند یاری و نصرت ز رب. بگشتند نومید گردن کشان، ز نصرت ندیدند هرگز نشان. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف وعید. یک جلسه یا دو جلسه این آیه شریف شرح داده شد. لمن خاف مقامی و خاف وعید، این بر کسانی که حساب روز قیامت رو میکنند، از اینکه به شمن میان روز قیامت، از این روز میترسند. نه اینکه بگند که سوار کشتی حسین شو که نجات پیدا کنی، یک قطره اشک پیدا بریز تمام میشه شفاعتت میکنه، یا اینکه پیر و پاتال و قلندر و غوث و قطب و اینها بقیه بت‌هایی که مدعیان تصوف و عرفان ساختند به داد تو میرسن. قرآن همه خرت برتا رو لگدمال میکنه. برای کسی که از اینکه روز قیامت پیش من حساب پس بده میترسه. مقام مصدر قیامه، میگن قام قیاما و مقاما و مقاما و مقاما. مقام به فتح میم مقام اقامته و به ضم میم مقام فعل اقامته. یعنی کسی که از مقام من بترسه، از اینکه پیش من حاضر بشه، یا اینکه من قیامی علیه، اینکه من بالا سرشم، من خداوند بالا سرشم، مراقبشم در این دنیا در هر جا. پس قائم بر هر نفسی، امام قائم دروغینی که دجالان امام تراش و یا دجالان پیر و پاتال تراش که تصور به شیخ میکنند و شیخ خودشون رو مراقب خود میدانند نیست. اینا همش بت پرستی است، همش از تفاله های کلیسا و کلیسیت و آتشکده، از گمراهی هاشونه بعد از اینکه از اسلام عیسوی و اسلام موسوی منحرف شدند. اینجاست که مراقبت شیخ و تصور به شیخ و مراقبت شیخ و اینکه شیخ بالا سرت باشه در نزد صوفیان
و اینکه امام همه چیز دربارت میدونه در نزد شیعیان، اینا در شرک، این افکار در شرک هیچ تفاوتی ندارن، در خدا نشناسی هیچ تفاوتی ندارن، در خدا کردن بشر هیچ تفاوتی ندارن. و افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. امام اخفش تعبیرش اینه که برای کسی که از عذاب من بترسه، وعید از احکام من، از تهدیدهای من که در قرآن اومده از بترسه، نه اینکه قرآن رو بده به امام کوران و کران که دجالان امام تراش دادن دست امام کوران و کرانی که هرگز از مادر متولد نشد، دوستمونشو برده با خودش. ولنسکننکم الارض من بعدهم، بعد از اونها شما رو ساکن زمینی قرار میدیم، قدرت رو به تو میدیم، همون زمینی را که اونها داشتن. زمین شاه و داد به خمینی، اینا همش امتحان. زمین خمینی رو میده به کسای دیگران. این روال خداوند، تلک الایام نداولها بین الناس. اینا روزایی است که ما در میان مردم میچرخانیم. برای چی؟ لننظر کیف تعملون، تا بنگریم که شما چه عمل میکنید، تا در روز قیامت خودتون اعمالتون حجت بر علیه خودتون باشه یا به نفع خودتون باشه. و در سوره احزاب هم فرمود اورثکم ارضهم و دیارهم، زمینشون را و سرزمینشون را نصیبتون کرد. اینجا لنسکننکم میتونه خطاب به رسولان گرامی باشه و مؤمنانی که بهشون ایمان آوردن. و مقتضای این نیست که حتما خود رسول ساکن سرزمین دشمنش باشه، بلکه کافیه که بر اونجا قدرت داشته باشه و اینکه مؤمنان اونجا ساکن باشن، دارالکفر دارالاسلام بشه، دارالشرک دارالاسلام بشه. همچنان که خداوند جل جلاله و من والو همین وعده را درباره پیامبر اسلام علیه السلام عملی کرد و یارانش. در مکه‌ای که شهر خودش بود بیرونش کردن، چنان جلای وطن شد، هجرت کرد، مکه را، سرزمین حجاز را نصیبش کرد و با بقیه سرزمین هایی که بعد از او شاگردانش فتح کردند. اما خوف خداوند، لمن خاف مقامی، غضب خداونده. این آیه شریفه در ذکر اینه که خداوند چطور ظالمان رو هلاک میکنه، چطور مؤمنانی که از خدا بترسند اونها رو جایشون مینشونه. این مخصوص مؤمنانه، اگر نه بقیه رو به جان هم میندازه. اینجا در یک آیه دو چیز رو جمع کرده، هم پاداش مؤمنان و هم تعریض و انتقاد از کافران. و در جمع این دو، همچنان که شیخ ابن عاشور رحمت الله تعالی علیه مفسر بزرگ تونسی میفرماید، دلالت بر اینه که از حق مؤمنه که از غضب خداوند بترسه، از وعیدش بترسه، نه که مثل بعضی صوفیان مرفوع القلم بدون خودشو. و کسانی که از غضب خدا میترسند، همچنان پیامبران ترسیدند، از وعید خداوند میترسند، اونها متقیانند، صالحانند. ولذا در آیه دیگه خوندیم در سوره انبیاء جزئی از آیه 105 ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین و صالحان به ارث خواهند برد. این صالحان ابو اج و ابو صالح وهمی دجالان امام تراش نیست،
بندگان صالح، هر کدوم از شما، تک تک از شما مسلمانان مؤمن و موحد حق دارید امام زمان بشید، حق دارید به امامت برسید. چون این حق عمومی را به یک نفر دادن بزرگترین جنایته. شما حق حیات دارید، حیات مال امامه، صدها حقوق دارید فقط مال امامه. اینا بزرگترین جنایت ها و تحریف هاست که در لباس تشیع و بعضا تصوف انجام داده شده. و استفتحوا و خاب کل جبار عنید. اینجا استفتحوا یعنی این رسولان کرام، یعنی این ضمیر به دو تا باز میگرده، هم میتونه به رسولان بازگرده هم به غیر رسولان، کافران. این رسول کرام از خداوند طلب فتح میکردن، طلب نصرت میکردن. انی مظلوم فانتصر، ای خدایا ما مظلومیم به ما نصرت بده. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، پروردگارش دست دعا بلند داشت که ای خدایا من ضعیفم، من رو نصرت بده. یعنی چی؟ یعنی نصرت دست خداونده. حتی بر رسولان خودشون ولایت تکوینی ندارن. اینایی که ولایت تکوینی درست کردن بزرگترین جنایت رو به دین کردن. استفتاح یعنی طلب فتح. و خاب کل جبار عنید. جبار متکبر رو میگن، کسی که از طاعت خداوند تکبر کنه، از اطاعت خداوند سرپیشی کنه. عنید صیغه مبالغه، کسی که بر اشتباهش، بر عنادش، بر کفرش، بر شرکش، بر قبر پرستیش، بر بت پرستیش، بر امام پرستیش، بر عیسی پرستیش، بر عزیر پرستیش، بر غیر خدا پرستیش اصرار بورزه. ولذا فرعونیت و عناد، خامنیت و عناد، خمینیت و عناد دو صفت متلازمه که صفت همه کافران فرعون صفت در طول تاریخ بوده. جبار گردنکشه، هرگز سرشو خم نمی کنه. الان شما مقایسه کنید که شاه جبارتر بود یا خمینی یا خامنه ای. شاه بالاخره گردنشو فرو آورد، گفت من صداتون رو شنیدم و کشته ها به این اندازه نرسیده بود و این حماقت ها را انجام نداده بود. لیکن دروغ های آخونده بل انباورهای زمان ملت شورانده بود. کسی فکر نمی کرد خمینی دجال دروغ میگه، حتی شخصی مثل بنی صدر. جبار فرعون صفت رو میگند. عنید کسی که از اشتباهش درس نگیره، باز نگرده. خوابه یعنی شکست خورد، کوششش به جایی نرسید. و استفتح به معنی اینکه الف و سین و تا برای طلب فتح کرد. ما فتحه داریم و استفتحه. کلمه فتحه باز کردن به چیزی میگن که قفل شما بازش میکنید، بسته شما بازش میکنید. و گاهی مقصود امر مادیه، امر حسیه، گاهی مقصود امر معنویه، گاهی مقصود به معنای فیصله و قضاوته. به عنوان مثال بر امر مادی، بر امر حسی، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم. وقتی که کالاهاشون رو باز کردن، باروبانشون رو باز کردن، دیدن بضاعتشون به خودشون بازگشته. در سوره یوسف آیه 65. گاهی مقصود معنویه، به معنای سابقه خیر و علم. و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. وقتی که با همدیگه نشستن میگه
بهشون خبر میدید به آنچه خداوند نصیب شما کرده از علم، از خیر. اهل کتاب به راجع مسلمانان میگفتند. و همچنین ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. آنچه از در رحمت را که خداوند میگشاید هیچ کسی نمیتونه درشو ببنده، و آنچه را که میبندد کسی نمیتونه بازش کنه. یعنی امامت و هارت پورت و ولایت و ولایت فقیه و ولایت سفیه و ولایت مطلقه و عیسی پرستی و عزیر پرستی و پیر پرستی و پاتال پرستی و قبر پرستی و مدعیان تصوف عرفان و مدعیان تشیع، همه این گمراهی ها هیچی نیست، ضلالتی بیش نیست. قرآن همه اینها را آتش میزنه. این کارها تنها دست خداونده. و گاهی فتح به معنای قضاوت هم میاد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. ای خدایا بین ما و بین قوم ما به خوبی فیصله کن، تو بهترین فیصله کننده ای. پس میبینید که فتح به معنای گشایش معانی متعددی داره، همش دوربر بستن و باز کردن میچرخه. و در سرانجام هم کلمه فتح به معنای پیروزیه، به معنای نصرته. اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که نصرت خداوند، فتح و پیروزی بیاد. اینجا وقتی خداوند میفرماد که وصفته و خاب كل جبار عنید، اینا طلب نصرت میکردن. اگر اینو به کفار بازگردانیم، یعنی که خودشون رو حق میدونستن، الان خامنه‌ای خودشو حق میدونه، روحانیت دجال امام تراش خودشو حق میدونه، در مقابل ملت ایستاده برای اینکه خودشو به خودش مشروعیت میده که نائب امام زمان کوران و کرانه که هرگز از مادر متولد نشده. چرا ملت حق بده؟ ملت حقی نداره. ملت چکاره در نظر اینها؟ اونا هم کافران هم چونی فکر میکردن اگه خدا با ماست پس خدا با ماست که ما رو شکست نمیده. تلافت میکردن. ولی زمان شما در قرآن میخونیم شب و روز اهدنا الصراط المستقیم، در هر موضعی، در هر موضع گیری، در هر سخنی ای خدایا ما رو در راه راست هدایت کن. بلکه خداوند بین انسان و بین دلش حائل میشه اگه بخواد. کافران از خداوند طلب پیروزی میکردن، طلب نصرت میکردن و فکر میکردند که وسایل نصرت رو دارن. چطور از خداوند میخوان و اونا به خداوند کافرن، حرف خدا رو گوش نمیکنن، ولذا خداوند کمکشون نمیکنه و به سرنوشت هر فرعون و جباری گرفتارشون میکنه. هر کسی که از عبادت خدا سرپیچی کنه خداوند از سرانجام رسواش میکنه. لیکن انسان ها عجله دارن. و خواب کل جبار عنید. جبار دیکتاتور رو میگن، مستبد رو میگن، کسی که مردم رو وادار میکنه به اراده خودش، اون چرا خود میخواد به مردم رو ازش میخواد، چپ چپ راست راست، مثل خامنه‌ای، مثل خمینی، مثل بقیه تحریفگرانی که تفکر جعلی امامت که بزرگترین استبداد و فرعنت دینیه، مردم وادار به اون میکنن، این همه خون میریزن. اینجا مقصود از متکبران کسانی است که از عبادت خداوند متعال سرپیچی میکنند یا کسانی را که با خداوند شرک میورزند، کسانی که در مورد ایمان عناد به خرج میدن. شما به ایمان صحیح دعوتشون میکنی، میگی شما وهابی هستید، شما غیر مقلد هستید، شما سلفی هستید، شما سنی هستید، شما مجسمه هستید.
بعد از این چی در انتظارشونه؟ من ورائه جهنم که در سوره آیه بعدی میاد. پس اینجا این میتونه طلب فتح، طلب نصرت از خداوند هم برای کافران باشه که خدای ما رو نصرت کن، ای 3 خدا، ای 12 خدا، ای 14 خدا، ای 14,000 خدا در لباس عرفان و تشیع تصوف، یا 14 خدا در لباس تشیع، یا 3 خدا در لباس عیسی پرستی و چندین هزار خدا در لباس عزیر پرستی. از خداوند کمک میخوان که بین اولیاء خودش و بین اعدایش فیصله کنه. لیکن خداوند عجله نداره، حلیمه. ولذا کسانی که معصیت میکنند، خداوند ما و شما را از معصیت دور نگه داره، خداوند با عجله نمیگیردشون. راجع به کافران و مشرکان میگه و خاب کل جبار عنید. هر فرعونی، هر خامنه‌ای، هر خمینی، هر دیکتاتوری، هر مستبدی دنیا و آخرت از دست میده. سرانجام جوجه را آخر پاییز میشمارند. کسی که در دنیا در مقابل خداوند تکبر کنه، حق و نپذیره، بر بندگان خداوند تکبر کنه، در روی زمین تکبر کنه، در مقابل رسولان تکبر کنه، در مقابل رسالت فریبکاری کنه، امامت بتراشه، همه اینها رو خدا میگیره. پس استبتهو معنی استنصاره، طلب نصر از خداوند، یعنی اونها رو در مقابل دشمنانشون نصرت بده. ولذا ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقتی شما طلب فتح کنید، فتح براتون اومده. و من قبل كانوا يستفتحون الذين كفروا. و این اصل فعل از فتاحه به معنای قضاوت کردن، به معنای حکم کردن، یعنی از خداوند طلب حکم میکردن. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. خب اینجا فاوحى الیهم ربهم، اینجا ضمیر پس هم میتونه به پیامبران بازگرده، یعنی این که رسولان از خداوند خالق عزوجل طلب کمک میکردن که اونها را بر دشمنانشون پیروز کنه، حکم عادل رو برشون نازل کنه، بینشون و بین تکذیب کنندگان. بخصوص که قرائت ابن عباس و مجاهد و ابن محیسین با کسر تای استفتحوا، یعنی به رسولان دستور داده میشه که از خداوند طلب نصرت کنید. خداوند بهشون اجازه میده. این اجازه دست خداونده، دست پیر و پاتال نیست که مدعیان تصوف و تشیع و عرفان با کلمات تجارت میکنند که آقا من به شما اجازه میدم که ذکر سبحان الله بگید، من به شما اجازه بدم که ذکر. نه، همش عوام فریبیه. و بیشتر حوزه ها متاسفانه، با این حوزه سنی رو میگم، حوزه شیعه که به مرکز شرکه، با این فریبکاری های مدعیان تصوف آلوده. و متاسفانه این آلودگی ها حتی در بلوچستان ما هم رسیده. این آلودگی در زمان مولانا عبدالعزیز نبود، در مسجد مکی بعداً شروع شد. من تصمیمی دارم در این مورد مقاله‌ای بنویسم، لیکن مترددم که دولت سوء استفاده بکنه. ولی دعا کنید که هرچی خیر خدا اونو در قلب من بندازه. چون اگه در این مورد بنویسم شامل مولوی عبدالحمید میشه، شامل مسجد مکی میشه، شامل این اوضاع جدید میشه. خب وقتی خداوند از رسولانش بهشون اجازه میده که طلب فتح کنند،
این قرائت ابن عباس این تایید این موضوعه. بعضی از اهل علم میگن نه، این ضمیر به هر دو فریق باز میگرده، هم به رسولان و هم به تکذیب کنندگانشون. هر کدوم از اینها از خداوند میخواند که خداوند یعنی حاکم خداونده. کافران گذشته از مشرکان امروز عادلتر بودند، از خداوند طلب نصرت میکردند. ابو جهل و ابو لهب مثلا، مشرکان امروز، امام تراشان امروز، پیرپرستان و قبرپرستان امروز، هوا نصرت یا غوث مدد، یا امام مدد، یا پیر مدد، یا امام زمان که هیچی. اون که دیگه بگی خامنه‌ای رو نصرت کنه الان، اگر امام زمانی می بود خمینی رو نصرت میکرد، خانه‌شو نمیسوختن، ملت خانه‌شو آتش نمیزد که دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده. و کی بیاد که قبرش سوخته نشه؟ این همه اموال که خرج شده. ولی مشکل کجاست؟ مشکل اینه که همیشه انقلابیون دچار افراط میشن. قبرش سوخته نشه، محترمانه منتقل بشه به قبرستان دیگری، اینجا ملت ازش استفاده کنه، دانشگاه بشه، محل توحید بشه. اگرچه بنده از کسانی نیستم که شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. بنده کلمه اینترنشنال نیستم که از سکولارهای اسلام ستیز انتظار توحید داشته باشم. لیکن در این فرجه‌ای که سقوط کنند، شاید اونم شاید بعد از بیداری 43 ساله شاید مظلومان بتونند حق خودشون رو بگیرن تا حدی. اگر نه دوباره دفن میشن. ولی فعلا رفتن خامنه‌ای، رفتن این رژیم از عبادت‌های بزرگه. و خواب کل جبار عنید، این بیان نتیجه طلب نصرت، نتیجه استفتاح. بس عرض شد که جبار انسان متکبره، انسان مغروره، انسان گردنکشه. همین کاری که روحانیت دجال از خامنه‌ای تا کوچکترین آخوندشون انجام میدن. ادعا میکنند که مصدریتی دارند که دیگران ندارند، ولایت مطلقه درست کردن. کلمه عنید از عناد گرفته شده. عناد به معنای میل داشتن، به معنای رغبت داشتن. و امام ابن کثیر میگه که کسی که در نفس خودش متکبر باشه، حق ستیز باشه، اسلام ستیز باشه، توحید ستیز باشه، این عبارت از بنده البته. و این تکبر رو شما هم در میان سکولارها میبینید و هم در میان بددینان مدعی تشیع و بعضا تصوف میبینید. کسی که معاند حقه. ولذا قرآن میفرماید القیا فی جهنم کل کفار عنید. هر کافر و گردنکش و عنیدی را به جهنم میندازید. و در حدیث نبوی هست که یعطا به جهنم یوم القیامه، روز قیامت جهنم آورده میشه. جهنم به خلائق ندا میده که من موکلم برای هر جبار ستمگری، بر هر جبار عنیدی، بر هر جبار گردنکشی، یعنی جایتون اینجاست بفرمایید. خداوند ما و شما را از هر جباریت و جبروتیت و عناد و حق ستیزی نجات بده. اینجا هر کافری رو نمیگه، بلکه کافرانی رو میگه که جبار بودن، دیکتاتور بودن، معاند حق بودن.
این به اسم نیست. مسلمانی هم که اینطوری باشه، این صفت رو داشته باشه، این صفت کافران، این صفت مشرکان داشته باشه، گرفتار همین عذاب میشه. و تا اینجا توقف میکنم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هاتون. هذه ديوانيتهم، هذا المجلس الخاص بهم. این مجلس خاص روحانیت ماده تشیع. ببینید که در پیش خود وقتی با هم میشینن چطوری میشینن، چه حرف میزنن. مروقين يسولفون، شنو يسولفون فيه؟ ايش قاعدين يسوون؟ خلونا نشوف. في مقاطع مهمة جدا تابعوها معي. شوف يا اخواني المراجع في تكياتهم وشوفوا ايش قاعدين يتكلمون عنه. هذه ديوانيتهم، هذا المجلس الخاص بهم. وانت تشوف المرجع قاعد على المنبر، هذا اذا طلع للمنبر السيستاني لا منبر ولا بطيخ، مختفي. اذا قاعد على المنبر تعلوه الهيبة. میگه سیستانی که بر منبر نمیشینه که مخفیه، لیکن ببینید که وقتی اینا با هم میشینن چه حرفایی میزنن، چه کار میکنن. تعال نشوفهم في الديوانية. قاعدوا متكين مروقين يسولفون. شنو يسولفون فيه؟ ايش قاعدين يسوون؟ چه حرفایی میزنن، چه کار میکنن. يا ترى ايش قاعدين يسوون؟ شوفوا شايفين هذا ماخذ التليفون بيد والسيجاره بيد. اسوأ صورة ممكن تتصورها. تلفون در یک دست و سیگار در یک دست. أن هذا أخوي لنهيته. تدرون يا شيعة، بس هذا من باب الدردشة معاكم، لا تزعلون علي، ترى والله أنا محب. اینم نوای قبلیش نوای خمینی بود. سیگار تریاک در میانشون. خامنه‌ای تریاکیه، چپوکش کجا خودش. تدرون لو واحد شيخ سني يمسك سيجارة ويدخن عندنا والله تسقط على طول قيمته عندنا. میگه پیش ما اگر یک عالم سیگار بکشه پوری انظره ساقط میشه. میگه حتی من که این برنامه رو دارم اجرا میکنم اگر سیگار بکشم همه مردم منو مسخره میکنن و حق داره این حرفو بزنه، بلکه سیگار حرامه. الناس مو عالم، لو خطيب جمعة بس خطيب منبري، لو أنا في هذا البرنامج آخذ سيجارة وأشرب سيجارة قدامكم أهل السنة أطيح من عينهم كلهم، يقولون هذا إنسان ما تؤخذ منه يعني النصيحة والدعوة وغير ذلك. شوف مشايخكم شلون میگن وقتی حتی یک عالم در منبر یا سخنران یا خودم در این برنامه اگه سیگار بکشم مردم میگن دین خودتون از اینا قرار فرا نگیرید، یعنی که آگاهی دینی در میانشون بیشتره. شايفين السجاير ولذا تصوف و تشیع مردم را مقلد خود میکنند. شفت الطفايات ايش كثر، شوف الطفايات، شوف الباكت مفتوح بعد، السيد مستعد يدخن. شايفين اخوي؟ خویی رو نگاه کنید داره سیگار میکشه. قلم ودخان. قلم و سیگار ده، یه دست قلم و یه دست سیگار. زعيم الحوزة ما يفتي الا الدخان جنبه. بوريكم قعدتهم الخاصة يا اخوان، لا اله الا الله. مراجع. ها من یک صوفی را که دیدم اسناد زیادی داشتم و وقتی دیدم سیگار میکشه از چشمم افتاد. لازم در جقال. جوانی هم البته. كيف تقوم الحجة على الناس؟ يلا هذا الخوي تشوفونه يولع السيجارة ويشرب. والله يا اخواني عندنا عند شيباننا وعندنا حنا ما نرضى احد يدخن قدامنا ونعتبرها اهانة. میگه ما راضی نیستیم کسی در مقابل ما سیگار بکشه، اینو برای خود اهانت میدونی. انا شخصيا واكثر الناس في مجلس الرجال
حتى لو ما فيهم عالم. تدخل في مجلس الرجال عيب، مو بس حرام، حتى في مسألة الكرامة عيب. هذول خب این از این موضوع. فایل صوتی فرید مدرسی، یکی از فرماندهان سپاه، در جلسه کنترل اعتراضات که اطلاعات سپاه احضارش کرده. با دقت گوش کنید. چه خبره تو خودشون؟ کو فایل صوتی نیامده که دستمال فایل صوتی شما نرسیده. این فایل صوتی آقای صالحی شاهده. آقای صالحی خودش بهتر از من این مسئله رو میدونه. آوردن اونجا که پاچه بگیره، بعد تو گوششم یه فردی 10 تا تذکر میده که جلوی کرباسچی بیسته. این شد گل همین صدا و سیما تو اوج جنگ رسانه‌ای که انباشت اطلاعات داره توسط رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی انجام میده. این تغییراته. نه من یه نکته میخواستم بگم. مطلق وحید جلیلی و همین پیمان جبلیه. شورشو دیگه در آوردن. هیچی ما نمیگیم. هر روز نهادهای حاکمیتی دارن گند میزنن به مملکت. اون از مجموعه پلیسشون که هیچ فهمی در مسئله رسانه‌ای نداره، 2 روز از حادثه میگذره تازه فیلم منتشر میشه. بعد میگم ما فیلم منتشر کردیم. شما غلط کردید که فیلم منتشر کردید. اینجا به نیروی انتظامی من میخوام بگم، به پلیس میخوام بگم، شعور رسانه‌ای نداری، حداقل 3 تا روزنامه‌نگار درجه 1 بیار تو سیستمت. از این وریا نمیخوای بیاری، از 2 تا اصولگرا بیار. مدیر روابط عمومی اصلا رسانه نمیفهمه، احمق. بعد دفاع کنیم از چی حاکمیت؟ الان من دفاع کنم از ضعف پلیس در همین حضور در میدان ها، از بی‌ربطی پلیس که همواره سپاه باید بیاد خلأ ضعف پلیس رو پر کنه. پلیس برای چی گذاشتیم؟ این کانال پریزه مثل که هیچی نمیگیم، هیچ صدامون در نمیاد. پلیس جواب بده. چگونه همواره در تجمع اینقدر ضعیفه، اینقدر بیرفته که سپاه باید وارد ماجرا بشه؟ کی میخواد جواب بده؟ عسکری یا رحیمی؟ مجلس که خفه شده، دولت نابوده. بعد شما میگید آقای خامنه‌ای نباید جواب بده، 5 تا قدرت اجرایی باید جواب بده. قدرت اجراییش که خفه شدن. رئیسی حرفای بی‌ربطی تو هواپیما میزنه، 2 تا لومپن بی‌سواد رو با خودش میبره که براش همین نامه عاشقانه بنویسن. امواجه. پیش من تلویزیون قطع بود، الان دوباره اومد، ولی ببین که داخل اطلاعات چه خبره. این نوار از داخل اطلاعات بین خودشون. جنگ رسانه‌ای رو میبینید.
حاکمیت فلان، حاکمیت فلان، هی میندازیم گردن دولت. آقای خامنه ای چرا به رئیسی توبیخ نمیکنه؟ فساد توی سیستم دولت، رستم قاسمی که فاسده چرا باید وزیر باشه؟ مگه سپاه از آبروش نمیخواد صیانت کنه؟ رستم قاسمی سپاهیه، فساد رستم قاسمی به سپاه برمیگرده. چرا عزلش نمیکنن؟ مگه سرطان نداره؟ مگه بی‌کفایت نیست؟ مگه به اندازه کافی در بحث نفت توی تحریم ها پرونده نداره؟ بعد هی میگید آقای خامنه ای سکوت کرده به این دلیل، به این دلیل. مردم دادخواهن، مردم سوال دارن از حاکمیت، مردم میخوام بفهمن چرا این حاکمیت اصلا براش مهم نیست که رسانه چیه. نه روابطونی درست حسابی دارن، نه آدم پاسخگو دارن. جناب آقای داوری، انقلابی های دروغگو که توی نظام پست دارن حاضر نیستن هزینه پاسخگویی داشته باشن، میترسن بیان تو میدان. بعد مای بیکاره بدون هیچ جایگاهی باید اینجا بیایم هی توجیه کنیم. آخه اینا رو کی باید جواب بده؟ هی ما شلوغش نمی کنیم، هی هیچ حرفی نمیزنیم، هی سکوت میکنیم. این از صدا سیما، این از دولت، این از مجلس. بعد آقا میگه مجلس انقلابی. مجلس انقلابی اینه که در مورد سگ و گربه تحلیل بده، در مورد سگ و گربه لایحه بنویسه، یا وقتی که طرح لایحه مقابله با خشونت، لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت رو هی سنگ اندازی کنن، سالهاست تو کمیسیون اجتماعی نمیارن تو مجلس. و طرح مزخرف زیست عفیفانه‌ای که وزیر ارشاد احمق مطرح میکنه. شما پرسیدید از خودتون چرا کتایون ریاحی که جز بازیگرای حاکمیتیه، اصلا به کارش کار ندارم، چرا میره تو اینترنشنال اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر اینکه وزیر ارشاد احمق ما علیه بازیگرا موضع میگیره. وزیر ارشادی که باید حامی هنرمندا باشه علیه سلبریتی موضع میگیره. فکر میکنه هنوز که هنوزه توی فلان نهاده، فردی که تنها پیشینش این که تو مرکز اسناد 2 خط مسئله خونده. توجیه نکنید تو رو خدا، آبروی خودمون رو حداقل نبریم. فردا توی مملکت میخوایم کار رسانه‌ای کنیم. ببخشید من خیلی عصبانی شدم چون واقعا احساس کردم آقای حاتف همینجوری داره توجیه میکنه میره جلو. یه ذره واقعیت رو بشنوید. احسن جناب مدرس، بسیاری از حرفای شما کاملا صحیح و منطقی. اینا جلسه اطلاعاته. بعد توی وضعیت علم الهدای احمق، این شخصیت بی‌ربط چرا باید همچنان نماینده ولی فقیه باشه؟ آقای صدیقی که حوزه لاکچری داره، ویلای حسن رقیقت توشه، شده مشاور عالی رئیس قوه قضاییه باید باشه، بحث حجاب و این وضعیت کنونی و اعتراضات رو ایشون بستر سازی کرده. ایشون باید محاکمه بشه. مگه نمیگه رهبری مبارزه با فساد؟ این آقای مدرسی خودش از فرماندهان سپاهه. پس چرا صدیقی تو اوج فساده؟ واقعا دیگه شورشو در آوردن. هی ما هیچی نمیگیم. آقای اژه‌ای چرا آقای طاهر محاکمه نمیشه؟ صراحتا میگم چرا آقای طاهر محاکمه نمیشه؟ مگر علی سعیدی نماینده
فرمانده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران و امروز مسئول عقیدتی سیاسی دفتر نظامی فرمانده کل قوا در نشست وعاظ اعلام میکنه آقای طائب ظلم زیادی کرده، از کلمه ظلم استفاده میکنه. چرا محاکمه نمیشه؟ چرا مشاور فرمانده سپاه میشه؟ چرا صداش در نمیاد؟ چرا هیچکی نمیتونه علیه طائب انتقاد کنه؟ طائب غلط کرده، باید جواب غلط کردنش رو بده. طائب تو انتخابات 1400 چه نقشی داره؟ آبروی آقای خامنه ای فقط باید بره؟ آقای مدرسی سلام برادر، یه مقدار اجازه میدید دیگران صحبت بکنن، چون شما یه مقدار نه شما عصبانی هستی، من نمیخوام که من جلوی حرفی که میزنم نیستم. اشکالی نداره، شما اجازه بده جواب احضارمو میدم. میدونم شما اجازه تو حکومتن باید جوابگو باشن، به احضار بشن، نه فرید مدرسی. نفوذی هایی که امروز پیام روسیه رو تو روزنامه حکومت منتشر میکنن، آقای من مدرسی اگر احضار بشم اینجا دارم میگم حسین شریعت مداری باید احضار بشه، نه من که علیه منافع ملی داره کار میکنه. آقای مدرسی شما اجازه بدید دو صحبت های حسینی رو بشنوید، یه مقدار شاید جو رو تلطیف کنن. شما اجازه بدید بشنوید صحبت های حسینی رو. آقای حسینی عزیز بفرمایید. آهنگران قرار صحبت کنه. آقای حسینی رو بشنویم بعد میریم خدمت های آهنگران. ببخشید من میخوام جو رو تلطیف کنم، ببخشید. خب عرض سلام دارم. خب بریم سراغ این کلیپ. این بی‌حیایی و بی‌شرمی در جنایت آدم کشی که انسان حیرت میکنه واقعا از بی‌شرمی اینها. برای کشتن مردم غیر نظامی توجیه و استدلال و منطق ارائه میدن، اینقدر بی‌شرم. بفرمایید آقای خامنه‌ای با زبان بسیار مؤدبش، بد زبانترین رهبر دنیا، حتی قذافی اینقدر زبانش زشت نبود. برای کشتن بچه های کوچک، کودکان معصوم و مظلوم استدلال مطرح میکنن. اینقدر اینها وقیحند. کسی که مشروعیتشو از بقیت الله بگیره همینه دیگه. بقیت الله که قرآن میگه برای ترازو نخود کشمش، اینا آمدن امام زمان درست کردن. اینهایی که این جنایت رو دارن میکنن، خب اینا جانیان، مباشرین جنایتن، اما فقط اینها تنها نیستن. هر کسی که از اینها به نحوی حمایت میکند یا با سکوت، همچنان که هر کسی از شما به نحوی حمایت میکند یا کرده، خود یا با اظهارات خود و بیانات خود و حرفهای غیر منصفانه خود در این قضیه شریک جرم است. بله. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا میگی چیزی را که خودتون بهش عمل نمی کنید؟ حمله حامیان جمهوری اسلامی به تجمع اعتراضی ایرانیان در لندن در همبستگی با خیزش انقلابی. در استودیو از همکارم محمد رهبر خواستم که همراه ما باشه. محمد اگر که همچنان که ما داریم این تصاویر رو میبینیم برای ما توضیح بدی که چه اتفاقی داره میفته. خب به هر حال این حمایت در هفته‌های گذشته همیشه وجود داشته، ولی اینکه حمله ای صورت بگیره به طور متقابل و علنی در شهر لندن چیز جدیدی است. خب من فکر میکنم که این اقلیتی که هوادار جمهوری اسلامی هستن در لندن یا جاهای دیگر از این به بعد بیشتر این کارها رو خواهند کرد تا جلوی اون همبستگی ایرانیان خارج از کشور با داخل رو در حقیقت بگیرن. نمیتوانن البته، ولی خب میتونن مکدرش کنن، میتونن بگن که ما هم هسته های مقاومت این ور اون ور داریم و اینا همه مزدورانشون اینجا جمع کردن دیگه.
میتونه مقابل شما بیسته. تهدیدهایی که میکنند و این کارهایی که همین الان داریم میبینیم دارن انجام میدن تماما به این برمیگرده یک شکست بزرگی رو در آستانش هستن در ایران و اینها یه سری تلاش هست، یک سری دست و پا زدن هایی هستش که در واقع دارن انجام میدن تا یک جوری وجهه‌ای کسب بکنن و بگن که حالا که مخالفان ما زیاد هستن ما موافقانی هم داریم، میتوانیم تظاهرات هایی هم بگذاریم که موافقان جمهوری اسلامی بیان در خارج از کشور در موردش حرف بزنن. اینکه کسی موافق جمهوری اسلامی باشه در این شرایط واقعا چندان اخلاقی به نظر نمیرسه. یعنی یا باید حتما از رانتی که بوده است استفاده کرده باشه و منافعی داشته باشه یا اینکه به یک درجه از جمود و تعصب قبیلگی و دینی و اینها رسیده باشه که اصلا خون آدم ها براش ارزشی نداشته باشه و دیگران. خیلی از ایرانیان درخواست کرده بودن که در واقع افرادی که وابسته به نظام جمهوری اسلامی هستن سفراشون و سفر اخراج بشن، کاردانها اخراج بشن و حتی سفارت ها بسته بشه. الان این یک نمونه هست. به هر حال اگر بخوایم نگاه بکنیم اینکه حمله از سوی طرفداران نظام داره صورت میگیره به سمت تجمع کنندگان، چطور پلیس لندن ممکن است همچین چیزی رو بپذیره؟ ببینید دقت بکنید که البته اونایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن مطمئنا نمیفهمن این ماجرا، اما ما میدانیم که دموکراسی همین است که در لندن دارن. ببینید چجوری به کسانی که به دموکراسی اعتقادی ندارن، همین هواداران جمهوری اسلامی، این فرصه و امتیاز رو میدن که اونها هم بیان و تظاهرات کنن. بسیاری ممنون از تو محمد رهبر. در مهاباد کردستان نیروی انتظامی به مردم پیوسته معقوله؟ خدا آن روز برسونه که فرماندهانشون هم غیرت بکنند. نامه سرگشاده به رهبران طالبان از مصطفی حسینی طباطبایی. خب اینو این نامه است از سوی یکی از دلسوختگان عالم اسلام که سالهاست در راه اصلاح باورهای دینی و مبارزه با خرافات و بدعت‌های مذهبی گام می‌زند و در این راه دچار محرومیت‌ها و حبس‌های مکرر شده و البته همه را در راه اصلاح عقاید دینی مقتنع می‌شمارد. بله این حرفش درسته. شنو از زمان برقعی چون بنده میشناسم. خطاب این نامه برادرانی است که اینک در افغانستان بر مصدر حکومت نشستند. البته تاریخ نامه نوشته 1400 لیکن ماهش نوشته نشده. برادران محترم، شما خوب میدونید که قرآن مجید پیامبر بزرگ اسلام را رحمت جهانیان معرفی نموده، چون که فرموده و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پس اگر همچین نامه رو من یادم که ایشون به آقای خمینی هم نوشته بود در ابتدای انقلاب، ولی خب چون انسان زرنگیه عاقلیه اشتباهات چاپی کتاب آقای خمینی رو جمع کرده بود، در ضمن اون براش نصیحت کرده بود تا جایی که من یادمه، چون این حرف مال 43 سال پیشه. پس اگر شما بتوانید اسلام رحمانی را در افغانستان برقرار کنید، در آن صورت به پیامبر بزرگوار خدا اقتدا نمودید
و از پیروان راستین قرآن مجید هستید و با این کار چشم و دل همه مسلمانان دنیا و عاشقان قرآن کریم را روشن ساختید، به طوری که همگی به افغانستان اسلامی شما افتخار خواهند کرد. ولی صد افسوس و اندوه از اخباری که درباره رفتار شما با مردم مسلمان افغانستان به ما میرسد و از استقرار حکومتی خشن و سختی در آنجا حکایت میکند که هیچ شباهتی به اسلام رحمانی و محمدی ندارد. آخه اینا چطور شباهت نداره وقتی همه مخالفانشون رو معاف کردن؟ چون این حادثه رو بنده روز اولم ذکر کردم. شما یک دولت اسلامی در طول تاریخ بیارید یا غیر اسلامی که همه مخالفانشون منع کرده، پس هم از نکات مثبتشون بگیم هم نکات منفیشون. نشانه واضح از استقرار حکومتی خشن و سختی در آنجا حکایت میکند که هیچ شباهتی به اسلام رحمانی و محمدی ندارد. وقتی که کسانی رو که 20 سال بر علیهشون اسلحه برداشتن معاف کردن، این رحمانی نیست؟ از فردی زیرک مثل جناب عالی چطوری این از نظرتون افتاده نمیدونم. نشانه واضحش آن است که چون پیامبر بزرگوار اسلام مکه را فتح نمود، چنان رفتار محبت آمیزی با بت پرستان از خود نشان داد که به قول قرآن مجید یدخلون فی دین الله افواجا. خب اینا هم همین کار را کردن، یعنی اینا رفتن روز اول همه را بخشیدن. این شباهت بسیار زیادیه. آنها دست دسته در دین خدا وارد شدند. ولی شما ای برادران به محض آنکه بر شهرهای افغانستان مسلط شدید، چنان چهره خشنی به مردم مسلمان نشان دادید که یخرجون عن افغانستان افواجا. خب یخرجون عن افغانستان افواجا گناه اونها نیست، این گناه تبلیغات دنیاست. اونها از روز اول اعلام کردن که ای برادران افغان ما شما را نیاز داریم، نروید بیرون. لیکن فقری را که 20 سال امریکا بر منطقه و قبلش روس بر افغانستان نازل کرده از یک طرف و شستشوی مغزی از طرف دیگه، بعضی ها رو وادار کرده که فرار کنن و بعضی ها به خاطر جرم و جنایتشون. یعنی تا این حد که نه حتی به غنی میگن برگرد. کرزایی اونجاست، عبدالله اونجاست، بعضی از مخالفانشون امثال آقای چکرزی و دیگران که در روز سقوط طالبان اونقدر بعد طالبان میگفتند که ماها ناراحت میشدیم و ازشون دفاع میکردیم با وجودی که عیوب طالبان رو میدونستیم. اینا رو بخشیدند. از این یعنی شما در همان آغاز پیروزی بسیاری از روزنامه‌های خبری افغانستان را به تعطیلی کشیدید. مبادا اخبار، کارها و سخنرانی‌ها به دنیا گزارشتن. هنوز از داخل افغانستان اخبار بر علیشون میاد. ولی پیامبر بزرگوار اسلام پس از هر سخنرانی. اما من یک چیزو بسیار تعجب میکنم. دوستانم خواهش میکنم من در این مورد کمک کنید با افکارتون. کلمه اینترنشنال یه برنامه گذاشته به نام سیمای افغانستان، همش بر ضد طالبان. قبلا همین عقیل خان میخواست با سوء استفاده از آقای اسدی سفیر سابق ایران که در پیش ما بود و تطمیعش کرد و بردش و این نقش رو به خوبی انجام میده در این 10-15 سال. هم ایشون هم وزیر ناحه میخواست خوزستان رو آزاد بکنه. بدون شک این کار از اندازه عقیل و صدها عقیل بالاتره. اینا نشون میده که دستهای پشت سرش هست و فکر کنم شما بسیاریتون این دستها رو میدونی، چون بنده بارها این انتقادها رو کردم. نه از احزاب سیاسی، فقط از احزاب سیاسی اسلامی علاوه بر این. یعنی افغانستان اینترنشنال کافی نبود بر علیه طالبان که کلمه هم برنامه داشته باشه. انسان برادر مسلمانشو کمک بکنه، نصیحتش بکنه، عیباشو بگه، نصیحتشو بکنه مخفیانه علنا. لیکن بیاد از اون ابتدا براشون اسلحه بکشه، چیز عجیبیه. اگه شما واقعا منصفید ای کلمه اینترنشنال، در همین برنامه از خود طالبان هم بیاری بذاری دفاع کنن. انصاف این همچنان که صهیونیستا رو میارید، همچنان که مناشن امیر رو بارها آورده اید
همچنان که صدها سکولار رو میارید، صدها اسلام ستیز رو میارید، به اسلام حمله میشه، شما خفه اید، جلد عوض کردید. باز کردیم موضوع. ولی پیامبر بزرگ اسلام پس از هر سخنرانی مردم را تشویق می‌فرمود که حاضران اخبار و سخنانش را به غایبان برسونند و میگفت بل یبلغ شاهد الغایب. اینجا فکر کنم این اصطلاح جاش نباشه، برای که پیامبر راجع به احکام دین و اون چرا که میگفت امت رو مکلف میکرد دیگران برسونه، نه اینکه به مزدوران، به نوکران امریکا و غیر امریکا فرصت بدید که برای شما تبلیغ کنن. این غیر از اونه. این اصلا دو قضیه متفاوته. در هنگام فتح مکه پرچمدار مسلمانان یعنی سعد بن عباده دچار احساسات تند شده فریاد برآورد الیوم یوم الملحمه، الیوم تستحل الحرمه، الیوم اذل الله قریشا. امروز روز خونریزی است، امروز حرمت شکنی حلال می‌گردد، امروز خدا قریش را خوار می‌کند. به محض آنکه سخن سعد به پیامبر رسید بلافاصله فرمود الیوم یوم المرحمه، الیوم عز الله فیه قریشا. امروز روز مرحمت است، امروز خداوند قریش را گرامی خواهد داشت. سپس دستور فرمود که سعد بن عباده را از پرچمداری برکنار شود، چون که واقدی در کتاب المغازی و جلد 2 صفحه 83 می نویسد. واقدی اخبارش به قول ابن تیمیه اخبار مجعول زیاد داره. سعد بن عباده همون کسی بود که با ابوبکر هم بیعت نکرد و ابوبکر هم باش کاری نداشت رضی الله عنهما. به فرضی که حرف درست باشه، قسمت دومش البته قسمت عزل کردنش، طالبان همین کارو کردن. تا شهردار کابل چیزی گفت فوری ساکتش کردن. البته من فکر میکنم شما این اخبار رو از رسانه‌های ایران گرفتید شاید به این خاطر، اما اصل هدفتون درسته. آری اسلام خشونت بر مردم را روا نمی‌دارد. قرآن کریم در این شکی نیست. می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. خب اگر چنین می بود چرا مردم چرا رژیم سابقه معاف می‌کردن؟ اگه خشونت به خرج می‌دادن همه اینا رو با دم تیغ می‌گذراندن. مثلا عرض می‌کنم پس خشونت به خرج ندادن. سختگیری در دیانت به طور کلی روانی است، زیرا دین اسلام در قرآن مجید به آسانی وضع شده، چون که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این در این شکی نیست، در این هیچ شکی نیست. خداوند در این دین بر شما هیچ سختی ننهاده. پس این آیه شریفه یک اصل کلی را بیان میکنه که بر تمام احکام نظارت دارد و هر جا که حرج پیش آید دخالت میکنه تا تخفیف پیش میآورد. درسته؟ اینها سخنان یک مجتهده. هر جا که از دین حرف میزنی درست حرف می. در سیاست که حرف زدی یه خورده من فکر میکنم که بنده نظر دیگری دارم. خدای تعالی میفرماید یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. خدا میخواهد به شما تخفیف دهد زیرا که آدمی ضعیف آفریده شده. به همین اعتبار پافشاری در تعزیرات جایز نیست. بله. درباره حدود هم مبالغه نباید نمود. درباره تعزیرات امام مسلمین میتواند مجرم را از تعزیر معاف دارد، به دلیل آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اقیلوا ذوی الهیئات اعثراتهم الا الحدود، حتی ادروا الحدود بالشبهات. قاعده فقهیه، با شبهه ها حدود دفع کنید. از لغزش های اهل دیانت درگذرید مگر در حدود. حتی در خود حدود ادروا الحدود بالشبهات. ممکنه شما بعدا بیاریدش، نمیدونم. از این رو در فقه شافعی تعزیر واجب نیست و جایز است که امام آن را ترک کند. اما متاسفانه طالبان جز یک فقه چیز دیگری نمیگیرند، فقه حنفی. هنگامی که به حق کسی آسیبی نرسیده باشد حدود هم به کمترین شبهه‌ای باید متوقف کرده. همینجا آوردیش. و عقوبت از متهم دفع شود، چون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده ادروا الحدود عن المسلمین ما استطعتم. فان کان تا میتونید کیفرهای شرعی را از مسلمانان دفع کنید و اگر گریزگاهی برای متهم وجود داشت رهایش سازید، زیرا اگر امام مسلمانان در کار عفو به خطا افتاد بهتر از آن است که در کار عقوبت خطا کند. اینا همه دیدگاه های اهل سنته. ملاحظه فرمایید
این همه تخفیف در قوانین کیفری اسلام وجود دارد. پس ما به جای آنکه در کمین باشیم تا مجرمی را بیابیم و او را عقوبت کنیم، باید بکوشیم تا جرم از میان برود. کاملا درسته. و این کار بیشتر از راه توسعه فرهنگ و اخلاق میسر می شود، نه صرفا از راه خشونت که جرم را نابود نمی کند بلکه به پنهانی می برد. بنابراین چرا به ما خبر میدهند که طالبان بیشتر از ترویج اخلاق عمومی به تهدید مردم میپردازند و شلاق و اعدام سخن میگویند؟ چرا؟ اینا تبلیغات در این مورد نقش زیاد داره. تبلیغات. امر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد زنان است که بنابر اخبار واصله شما آنها را از تحصیلات عالیه محروم نمودید. در ابتدا شاید من فکر میکردم به خاطر اختلاط، که اختلاط پیش همه حرامه، پیش همه مذاهب، مگر در حالت ضرورت، اون موضوع دیگریه. شاید به این خاطر بعضی از دوستان به من گفتن نه، حتی در زمان غنی اختلاف نبوده، اختلاط زن و مرد در دانشگاه ها. نمیدونم این حرف درسته یا نه. اولا اموری را که شارع اسلام نهی نفرموده چرا باید منع کرد؟ کاملا درسته. آیا این امر خود بدعتی ناصواب به شمار نمی آید؟ در کدام آیه یا حدیث تحصیل علوم تاریخ و جغرافیا و ریاضی و فیزیک و شیمی و امثال اینها بر زنان حرام شده؟ بله، بلکه به نظر بنده بلکه واجبه، چه بر زنان چه بر مردان. اطلب العلم من المهد الى اللحد، نگفته فقط مردان. طلب العلم فریضه. یعنی ثانیاً مگر در حکومت اسلامی نیاز به پزشک زن وجود ندارد؟ مگر نیاز به قابله برای زنان زایمان زنان نیست؟ آیا به روانشناس زن نیاز نداریم؟ آیا نیاز به حقوقدان زن وجود ندارد؟ چه عیبی دارد که برخی از زنان مسلمان داروشناسی بخونند یا روانپزشکی بدانند؟ چرا حلال خدا را حرام میکنید؟ کاملا درسته. اگر البته اگه اونها حرام کرده باشند، اگه بنا به شرایط اجتماعی نباشه. تشکیل حکومت اسلامی تنها بر پایه پیروزی به وسیله اسلحه آتشین و فتوایی که دو تن ملا ممکن نیست. بله، این حرف کاملا درسته و متاسفانه این تنگ نظری ها نه فقط در پیش طالبان، این تنگ نظری در زاهدان هم وجود داره، در مدارس دیوبند هم وجود داره. هر جایی که تقلید هست این تنگ نظری وجود داره. این تنگ نظری را از هر تا حدی و سلفیان تا حدی بهتر، سلفیانی نه هر سلفیانی مثل بن باز، مثل ابن عثیمین، مثل علمای بزرگ عربستان این مسائل رو حل کردن. لازم است بنا به مدلول آیه شریف امرهم شورا بینهم از علمای برجسته عالم اسلامی در جهان دعوت شود، علمایی که آشنا با مسائل اجتماعی اسلام و آگاه از اوضاع جدید دنیا هستند، تا در طی سمینارهایی که در افغانستان تشکیل گردد راهنمایی های لازم را برای به پا داشتن حکومتی که از کمال عدالت برخوردار باشد ارائه دهند. این یکی از بهترین نصیحت هاست. لیکن آیا طالبان چون نصیحتی میپذیرند؟ خیر، بلکه جز از مذهب حنفی نمیپذیرند، بلکه در داخل مذهب حنفی جز از مولایان خودشون نمیپذیرند، از طرفداران خودشون. متاسفانه. و همین مصیبت در زاهدان وجود داره، همین مصیبت در مدارس دیوبند وجود داره. اساسش تقلیده. در نتیجه بتوانیم در دنیا با سربلندی زندگی کنیم و در آخرت رستگار باشیم، زیرا همه پیامبران الهی برای اقامه عدالت در جامعه بشری برانگیخته شدند. بعد در ایران تجریش مصطفی حسینی طباطبایی، البته اونم نوشته 1400 هجری شمسی 1443 هجری قمری، لیکن ماهو ننوشته متاسفانه. اینا رو میگن نصیحت. خداوند مولانا کوهی رو قدرت بده و این اعتصاب غذاشو سبب آزادیش بگردانه و عبرتی باشه برای رژیم. آقای عبدالله از بوشهر:
سال 94 در تلویزیون شبکه 4 پخش شد. اگر در 35 سال گذشته نتوانسته ایم دیگر نمیتوانیم. دقت کنید، ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی 30 میلیارد بشکه نفت فروختیم. از انقلاب اسلامی تا کنون 35 میلیارد بشکه نفت فروخته ایم. چاه‌هامون رو در این 30 سال چاه‌های نفتمون رو تخلیه کردیم. آبمون و ذخایر آبمون همه دشت‌های کشور بحرانی شده. ما در این 35 سال همه منابعمون رو مصرف کردیم. تازه میگویید ما اول راهی به دلیل اینکه الگو نداشتیم. اشتباه کردیم. سخنم همینه، الگو نداشته اید، چون اصولا توسعه رو به مفهوم مدرن درک ما نمی‌کردیم. نه، الگو نداشتیم یعنی چی؟ یعنی ما بیخبریم، یعنی که احمقیم، یعنی حکومتداری بلد نیستیم. الگو نداشتیم چیه؟ بنابراین به توسعه، به غرب به عنوان یک لجنگاه و لجنزار نگاه کردیم و فرصت هامون از دست دادیم. همین غربو ببینید که مالزی چطوری ازش استفاده کرد، چطوری پیش رفت. مخاطر محمد میگه که امریکا مثل گاو شیرده میمونه، ما پستانشو دست دادیم، شما شاخشو دست دادید. همین غربو عربستان سعودی رو نگاه کنید چطوری با حکمت ازش استفاده میکنه، چطوری کشور خودش آباد کرده. کشورهای خلیج رو نگاه کنید چطوری ازشون استفاده میکنه، چطوری کشورهای خودشون آباد کردن. پدر مسلمان قاتل فرزندش رو میبخشه به خاطر که مجبور در همچین وضعیت قرار بگیره. پدر مسلمان قاتل فرزندش رو میبخشه. در کجا؟ So sad for you that you have to be in this situation. I wish I could help you as I help my son to be a good citizen. If Salahuddin were to be here, if he alive, he will forgive you. That's the way he was. That's the way he is. I'm not angry at you for being part of hurting my son. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. I'm sorry about what happened today, but I do applaud you because it takes a powerful man to know that somebody has hurt them and do what you get up there and say what you just said. I have a child. She's a fool. And I can imagine the hurt, the pain from losing her. Just tell us what you do. لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست، واقعا شرطی که سر جاش باشه. وقتی که آقای ربانی خدا رحمتش کنه گفت که اذهبوا انتم الطلقاء، برین همتون آزادید، گفته این بدترین جای بخششه، شما الان ضعیفید. وقتی طالبان همین کار رو کردن گفتن بهترین کار رو کردن. آقای عبدالحمید ثانی، استاد مصطفی طباطبایی در مورد وحدت مسلمین و ادعای آخوندها که دنبال وحدت هستن. زمان 4 دقیقه، خدا بهتون خیر بده. میریم طرف قرآن، میگیم با قرآن باید احیاگری بکنیم. همینطور در مسائل مختلف دین ما تفاوت پیدا میکنیم، در یک به اصطلاح قطب دیگری قرار میگیریم. پس این قرآن فهمی باعث میشه که ما از نکته دیگه که در مصلحین اسلامی هست تعصب نداشتن رو مذاهبه. ما میخوایم ببینیم که در تمام مذاهب اسلامی این متن قرآن کی بهتر معنی میکنه.
کاری نداریم به اینکه این شیعه است، اون سنیه، این عربه، اون عجمه، این هندیه، اون دو امامیه، این پنج امامیه. میخوایم ببینیم این متن واحد رو کی بهتر، منطقی‌تر، متناسب‌تر با لغت، با اعراب، با روح قرآن معنی میکنیم. لذا تعصب نداریم. لذا تو جلسمون اهل سنت شرکت میکنن، شیعه شرکت میکنه، زیدی ممکنه شرکت کنه، اسماعیلی ممکنه همه برادران ما هستن، همه گرد یک کتاب آمدیم. هنر از آن کسی است که بهترین آیه رو بفهمه و دلیل بیاره و ثابت کنه. نه ابناء الدلیل. بهترین رأی همچنان که شیخ آلبانی میگه همیشه بهترین رأی اونه که به سنت پیغمبر نزدیکتر باشه. این جمله بسیار طلاییه. بهترین رأی در هر موردی، در تفسیر قرآن، در فهم، اونه که به سنت پیغمبر نزدیکتر باشه، بلکه سنت پیغمبر بر عقل و نظر ما ارجحیت داره. ندور و حیث و یدور، این راه وحدت اسلامی. و الا این کنفرانس های دولتی که تشکیل میشه و دور هم چندان کارساز نیست. ببینید باز عرض کنم که اینا کسی آمده بود شرکت کرده بود در یکی از این مجامع و خوشش آمده بود که عجب همه وحدت اسلامی صحبت میکنن. بعد رفته بود عرض کنم که در قم پای درسی کسی نشسته بود، اون شخص صحبت، و اسمش هم که نمیاریم، اون شخص صحبت کرده بود راجع به این که شیعه و سنی اختلاف هست، هم دارن اختلاف جوهری حل نمیشه، همه باید شیعه بشن، ما اون سنی ها رو لعن میکنیم، عرض کنم که نفرین میکنیم، عمر رو چنین میکنیم، عثمان رو چنین میکنیم، ابوبکر رو فلان میکنیم، و عرض کنم که و این وحدت اسلامی حالا بین خودمون باشه، پیش خودمون باشه، اینا سوری ظاهری سیاسی رو مصلحت. و الا حضرت علی در قنوتش اینا رو نفرین میکرده. کان علیون یلعن فی قنوته ابوبکر و عمر، علی در قنوت نمازش ابوبکر و عمر شب و روز لعن میکرده. ببینید این میشه با این رویه میشه وحدت ایجاد کرد. من ظاهرا به شما بگم سلام علیکم تا پشتتو کردی فوش پدر و مادر بهت بدم، آخه این وحدته، این دوستیه، اون اتحاد. اون راهی که مصلحین اسلامی یعنی ما رفتیم بر مبنای قرآن فهمی، اون منشأ وحدت میتونه باشه. ما میگیم ما کاری به مذهبت نداریم، فردا میامد خیلی طور نمیگیره آقا بگو عمر چه تیپ آدمی بوده، امام جعفر صادق مثلا چه تیپ آدمی، خوب بوده بد بوده، اعمال و افعالش مربوطه به خودشه. به شما میگن به این پیام هایی که خدا بهت رسونده چجوری عمل کردی، عمل تو چی بوده، رفتار تو چی بوده. بنابراین ما باید این کتاب خدا رو در درجه اول بشناسیم و عمل کنیم. و در اینجا این کتابی که انحصاری نیست، که یه عربی این آیه رو خیلی بهتر ترجمه، یا یه هندی این آیه رو بسیار بهتر میفهمه. لذا ما تعصب نداریم، همه را دعوت میکنیم به این که به یک کتاب رجوع بکنن، به عرض کنم که یک مرجع. پس می‌بینید زمینه وحدت اسلامی در راه ما قوی تره. بنابراین ما به طرف توحید عبادت حرکت میکنیم، ما به طرف قرآن فهمی حرکت میکنیم. به تبع قرآن فهمی بسیاری از موارد رو که دیگران راههای دیگه میرن و دنبال حدیثن، ما راهمون جدا میشه از اونها. مصلحین اسلامی کارشون این بوده. در مسیحیت هم همطور گفتم و در مذاهب دیگه مصلحین منتها اون توفیقی که مصلحین اسلامی داشتن در توحید در مسائل دیگه نتونستن متاسفانه اونها داشته باشن. چون ایشون کتابی داره به نام وحدت اسلامی، در سالهای 80 میلادی قرن گذشته این کتاب بنده ترجمه کردم به عربی، هم این کتاب و هم متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان. انجیل تحریف شده است، یحرفون الکلم عن مواضعه، و دست پر دست ما به کتابی مراجعه میکنیم که 100% قابل اطمینانه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. میخواستم این فایل رو اگه صلاح میدونید پخش کنید یا نکنید. فایلی از محمد انصاری در مورد علت تعطیلی شبکه وصال حق. یک بار شنیدم که فرمودی آنها پول رو نخوردن ولی ابزار شدن. اونا که کاری اینه بودن که پول بخورن، ابزار پول خوران شدن، ابزار تبرعات خوران شدن. و بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا دیروز یکیش نوشته بود که اینها قبلا پول میگرفتن. اگر لطف کنید اینو
چیز کنید، صداش خیلی واضح نیست، متنشو بنویسید تا ردش کنم بهتره، چون بنده ایشون یک دروغگو، یک کارکشته میدونم و هیچی از دروغاش خجالتم نمیکشه. دقت میکنید؟ متنشو بنویسید برام، بعد ردش میکنم فردا انشاءالله. این زحمت رو بکشید. آقای شهردرازی پس از 5 روز اعتصاب غذا مولانا کوهی به مرخصی 6 روزه اعزام شد. الحمدلله. مولانا کوهی پس از 5 روز اعتصاب غذا توسط مسئولان زندان وکیل آباد مشهد به 6 روز مرخصی اعزام شد. خیلی خاتم بخشی کردن. به گزارش رسد بلوچستان به نقل از کمپین پالین بلوچ، امروز 29 آبان 1401 مولانا فضل الرحمن کوهی امام جمعه اهل سنت پشامرگ از زاهدان مرخصی اعزام شد. در حالی در زندان انصاف که با آزادی مشروط و لغو حکم ممنوعیت از فعالیت‌های مذهبی و موافقت نشده بود. لازم ذکر است که مولانا فضل الرحمن کوهی در تاریخ در 7 آذر ماه سال 98 پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد بازداشت و پس از 1 سال بلا تکلیفی به 6 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. بازداشت این روحانی بلوچ باعث اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف بلوچستان شده بود. آخرین توییت مولوی عبدالحمید: خبرهای نگران کننده از مناطق کردشین مخصوصاً مهاباد به گوش میرسد. مردم معترض این مناطق از اعضای ملت بزرگ ایران هستند. صیانت از جان و مال و عزت مردم وظیفه انسانی همه است. فشار و سرکوب باعث گسترش نارضایتی خواهد شد. مامورین از تیراندازی به سوی مردم خودداری کنند. خدا را شکر ایشون بعد از 43 سال بالاخره بیدار شد. آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی: داعش بهانه است و معترض نشانه است. نه تنها شیعه و سنی بلکه تمامی اقوام و مذاهب ایرانی به اخوت ملی و انسانی خویش مفتخرند. اتهام تجزیه طلبی، تهدید به ورود داعش، راه انداز جنگ شیعه و سنی بهانه بیش نیست. برای خاموش کردن صدای معترضان هوشیار باشید و داعش اصلی را بشناسید. به به، این حرفا جهاد بزرگه از داخل کشور. این حرفا پشتوانه داره، موج سواری نیست، بلکه قبلا زندان رفته به خاطر حرفاش، هم خودش هم والد محترمش. مولانا عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راست پس از تهدید مولانا عبدالحمید توسط برخی مسئولین در خصوص نقشه ترور ایشان توسط داعش در توییتی واکنش نشون داد. داعش بهانه است و معترض نشانه. بله، همین که خوندمش. تیراندازی افراد مسلح به سمت خودروی حامل امام جمعه گوهرکوه در محور خاش به ایران شهر. مولانا احمد گوهرکوهی، خدا حفظش کنه. تیراندازی افراد مسلح به سمت خودروی حامل امام جمعه گوهرکوه در محور خاش به ایران شهر. افراد مسلح به سمت خودروی حامل تیراندازی کردند. به گزارش رسد بلوچستان به نقل از کمپین پالین بلوچ، شب گذشته 27 آبان ماه 1401 مولوی احمد گوهرکوهی در محور خاش به ایران شهر از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف تیراندازی قرار گرفت. ایشان مدیر مدرسه دینی مفتاح العلوم امام جمعه گوهرکوه، مشاور مولانا عبدالحمید، معاون سوم شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت است.
گفته میشه در تیراندازی افراد مسلح 3 گلوله به بدنه خودروی این روحانی بلوچ اصابت کرده و هیچ یک از سرنشینان خودرو آسیب ندیدن. خدا را شکر. طبق این گزارش پیشتر مولانا احمد به دلیل موضع‌گیری های شدید در اعتراض با کشتار مردم و حمایت از مسجد مکی و مولوی عبدالحمید از سوی وزارت اطلاعات تهدید شده بود. لازم ذکر است عوامل جمهوری اسلامی پس از حمایت برخی از علمای بلوچ از اعتراضات مردمی آنها را مورد تهدید قرار داده‌اند. در یک فایل صوتی زین العابدین فرزند مولانا احمد از تمام روحانیان بلوچ خواسته بیشتر احتیاط کنند تا مورد سوء قصد قرار نگیرند. الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. من قصد ازدواج با شخصی دارم که شیعه هستش، ولی ایشون هیچ مشکلی با اهل سنت ندارن. با حرف بعد به همسران صاحب پیامبر نمیگن. با امام رو خیلی دوست دارن. امام رضا ولی ایشون گفتن که فرزند من با شیعه باشه. نه، چون این جایز نیست. آیا مشکلی نداره که زوجم؟ نه، جایز نیستش. اگه شیعه موحدی بود این حرفا رو نمیزد. مشکل تشیع در شرکشونه، در یا علی گفتنه، در یا حسین گفتنه. اگه یک صوفی هم چون یک سنی صوفی هم چون این عقیده‌ای داشت که غیر خدا رو صدا میزد، ازدواج باش جایز نیست. آقای ابو صلاح علیکم السلام. خیلی متشکرم از شما. حاجی محمود اکثر آخوندها تریاک میکشن. من دوتا رو از نزدیک دیدم با چشم خود که تریاک بله، وقتی رهبر کشور تریاکی باشه دیگه آخوندا چی؟ خانم آیه علیکم السلام الله. خدا مشکلاتتون رو حل کنه، مشکلات ما و شما رو حل کنه. آقای گوربندی، صدای عبدالحمید خراسانی که از قماندانان طالبان در پنجشیر، لطف کنید اینو پیاده کنید. چی گفته؟ که ارزش پخش داره یا نه؟ قسمتی از نامه جوانان خانم دکتر رحمانی، قسمتی از نامه جوانان انقلابی مهاباد کردستان به شیخ الاسلام عبدالحمید و هموطنان قهرمان بلوچ و اهل سنت و تمام ایرانیان. کردستان به همراه ماموستهایش یعنی علمایش همیشه کنار و همراه و حامی شما و بلوچستان و اهل سنت و ایران بودند، اما امروز مهاباد و سنندج و در خاک و خون میگلتند و تن به ذلت نمیدهند و همچنان با دست خالی پایداری میکنند. اگر امروز و الان از هموطنان کردتان حمایت ننمایید و تنها بگذاریدشان تا وحوش خامنه‌ای فرزندان این سرزمین را پاره پاره نمایند، منتظر باشید که فردا نوبت تک تک شما در سراسر کشور خواهد رسید و پاره پاره تان خواهد کرد. بیایید دست در دست هم دهیم و جانمان را فدای یکدیگر و ایران نماییم تا از هر گونه استبداد و ستم و تبعیض رهایی یابیم. بله، مردانگی و مسئولیت دینی و درک سیاسی ادای تقاضای این میکنه که همچنان که مردم رو برای فراخوان دادید برای همبستگی با مولوی عبدالحمید و کار خوبی هم کردید، ایشون الان باید فراخوان بده برای همبستگی با ملت کرد و مسلمان. این کمترین انتظار یک میشه. با یک توییت کار درست نمیشه.
آقای شیعه مؤدب: چه کسی از ماهو سخن خواهد گفت؟ روز 10 شهریور 1401 بله باید مولی عبدالحمید سخن میگفت، باید مولی عبدالرحمن سخن میگفت، همچنان که مولانا نقشبندی سخن گفت. روز 10 شهریور 1401 فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چابهار استان سیستان بلوچستان به یک دختر 15 ساله بلوچ تجاوز کرد. خبر تا همینجا وحشتناک است. خانواده او شکایتی علیه فرمانده تنظیم کردند و امام جمعه چابهار نیز خبر تجاوز را تایید و در پیگیری شکایت از این خانواده حمایت کرد. از آن سو اما حکومت با صدور حکم حبس خانگی و تهدید تلاش کرد صدای دادخواهی این خانواده را خاموش کنند. آنها حتی امام جمعه چابهار را هم تهدید کردند. حکومت اسلامی این خانواده را تحت چنان فشاری گذاشت که ما اطلاعات چندانی از آنچه رخ داده بود نیافتیم و حتی برخی از ما فکر کردیم خبر کاملا درستی است. شاید به این دلیل که ما هیچ چهره‌ای ندیدیم. هیچ کس با ویدیویی از این خانواده در اینترنت منتشر نشد. آنچه می‌دانیم این است که دختر ماهو نام دارد و 15 ساله است. پس از انتشار اخبار مربوط به مهسا امینی و شروع اعتراضات در سراسر کشور، یک زن 20 ساله بلوچ فرصتی یافت تا مردم را از این جنایت باخبر کند. یکی صدها تن این کار کردند، صدها بار این کار کردند. من از 20 سال چون این اخبار میشنوم، بعضی را در زمان رنگارنگ منتشر کردم. بله. در سراسر یک زن 20 ساله بلوچ فرصتی یافت تا مردم را از این جنایت باخبر کند. نام او فائزه براهویی است. در 11 مهر ماه وقتی فائزه پلاکارتی در دست داشت که یک نه بزرگ به دیکتاتوری میگفت و داشت برای آنچه بر ماهو گذشته بود اعتراض میکرد، توسط نیروهای سپاه دستگیر شد. او هم چهره‌ای ندارد، اما میدانیم که او دانشجوست. 15 سال پیش همان موقعی که ماهو به دنیا آمده است پدرش را از دست داده است. و مادرش سواد ندارد. 10 آبان دادگاه او بدون اجازه حضور وکیل برگزار شد و او را به رهبری اغتشاشات متهم کردند. صدور حکم پایانی به 20 روز بعد یعنی 30 آبان موکول شد. ما میدونیم چه چیزی در انتظار این زن شجاع است. به احتمال زیاد برایش حکم اعدام صادر میکنند. به خاطر ماهو و فائزه لطفاً این پست را انتشار دهید و هر کسی که فکر میکنید ممکن است کمکی بکند یادمان باشد که زنان بلوچ شاید چهره ندارند اما صداشان به ما میرسد. بله. آقای شیعه مؤدب ثابت کردید که مؤدبید. آقای جهان پرور از آلمان: تهدید مولی عبدالحمید یعنی چی؟ مقصودتون چیه؟ فراموش نمی کنم حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله کسی آمده بود از ریشتویدان که مولانا من تو را نصیحت می کنم که تو احتیاط کن، فلان صحبت را کردی، برای تو خطرناک است. نگفتیشون کیه؟ حضرت شیخ صاحب فرمود فلانی یک سوال از تو می کنم، انسان چند دفعه در دنیا زندگی می کند و چند دفعه می میره؟ فرمود 1 دفعه. فرمود پس جواب خود را بگیر برو برای این شخص دیگریه. کاش که چونی می بود. پس در این 43 سالشون چرا چونی موضوعی نمی گرفتن؟ الان موضوعش واقعا قابل تشکره و ما دعا میکنیم که خدا ما ثابت قدمش کنه. ولی چرا در این 43 سال همچین موضوعی نمی گرفتن؟ چرا درد یاهو رو ما از زبان ایشون نشنویم، از زبان دیگران بشنویم؟ و یا صدها یاهوها ماهوها ببخشید. فراموش نمی کنم حضرت شیخ الاسلام مولانا
دوستی که برای ما دعا خیر کردید و دعا خواستید. خداوند کاش خودتون رو معرفی کنید، خداوند مشکلات شما رو حل کنه، ما و شما را. دوستی که دو شماره آخرش 22 81 22. متن پیاده شده. دیروز که نوشته که اینها قبلا پول بگرفتن در عربستان سعودی، الان چون پول بهشون نمیدن این حرف را میزنن. اینها اگر راست میگن بیان حرف انصاری رو میگن بیان ثابت کن که عربستان سعودی در طول مدت ما برنامه داشتیم 1 ریال به ما کمک کرده. این حرف راسته. عربستان سعودی به هیچ تلویزیون دینی کمک نمیکنه و نکرده. ما سراغ نداریم. این حرفش راسته. اما جنایتش در کجاست؟ جنایت ایشون و امثال ایشون اینه که تبرعات وسال فارسی رو سرکشیدند و خیانت کردند و بزرگترین خیانت رو همین شخص کرده، همین انصاری با خودش هم میدونه. من قبلا هم گفتم ای کاش کمک میکنم فلان. میخواند که شما بیایید طبق سیاست روز آنها صحبت کنید. وقتی که نکردی میگم اینا اگر مگره این برای ما افتخار است. ما افتخار میکنیم کانال ما رو بستن. نه این داره دروغ میگه. اینجا در دروغ و در مسیر سیاست باطلانه قرار نگرفتیم. نه خیر، اینجا شما کاملا دارید دروغ میگید و شما رو بیرون کردند، بعدا این حرفا رو میزنید. شما این انتقام خدا بود. اللهم لا شماتا. چون بر مبنای باطل بنا شده بودید، هزاران دروغ گفتید، مردم تطمیع کردید که بیان جنسیه برشون میدید، ابزار دست فرماندهت شدید. کمی ایران رو مفصل توضیح دادم، اونم در بدر شد و کارشکنی کردید. خداوند کارتون شکست. همین کارشکنی رو رفیقتون عقیل به نحو دیگری انجام میده و انجام داده. هر چی دور بر بنده بوده خریدهشه با حقوقهای نجومی. این کار طبیعی نیست. الله متعال شاهده که پول هم وعده دادن، منصب وعده دادن. اینها دیگه من نمیدونم، شاید راست باشه شاید نه. ولی اما ما برای ما دین، قرآن، سنت مهمتر از همه چیزه. این دروغه. اگه این چنین مهمی بود این همه کارشکنی نمی‌کردی. خود ایشون انسان بی سوادیه، حتی به استاد خودش رحم نکرد که چند کلمه پیشش خونده بود با آقای احراری حیدری. شما هم مقام دین و قرآن و سنت می داشتید، این خیانت ها رو نمی کردید، این نامردی ها رو نمی کردید، این کارشکنی ها رو نمی کردید، ابزار دست دیگران نمی شدید. بقیه حرفا ارزش رد کردن نداره. من راجع به ایشون و امثال ایشون مفصل حرف زدم. فائزه آزاد شدن، پدرم فائزه براهی آزاد شدن، الحمدلله. آقای احمد دست شما درد نکنه.
تشکر و قدردانی فائزه ابراهی از تمام کسانی که بازداشت وی را پوشش داده و پیگیری کردند. فائزه ابراهی دختر اهل زاهدان که توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود پس از 44 روز بازداشت با قید کفارت آزاد و از تمام کسانی که خبر بازداشت وی را پوشش داده و پیگیری کردند تشکر و قدردانی کرد. این شیرزن بلوچ در تاریخ 11 مهر ماه 1401 در اعتراض به تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به ماهو بلوچ و کشتار جمعه خونین زاهدان توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام برادران گوارن بلوچستان. من فائزه ابراهی هستم. یک دنیا ممنونم که نیکنه کاته شمن حمایت کرده و من دعا کرده چشم دوانی واسطه من موفق بودم من آزاد بودم هیچ جای نگرانی نه انتا انشاءالله که الله پاک نه توفیق دم پشما تمام برادران گوارن من جبران کنیم. یک دنیا تشکر کنیم. الحمدلله خدا را شکر و خیلی متشکرم که این خبر رو دادید. آقای صلاح از ایران شهر 558 نفر در آستانه جام جهانی در قطر مسلمان شدند. ماشاءالله خدا بهتون خیر بده. عجب خبر خوبیه. تاکنون 558 نفر در خلال این هفته در قطر و در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال به دین اسلام مشرف شدند. حکومت قطر فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد. دانشگاه قطر تصمیم دارد بروشورهای در مورد اسلام و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی ها به زبان انگلیسی به شرکت کنندگان و تماشاچیان توصیه کند. دکتر زاکر نایک ماشاءالله دعوتگر سرشناس مسلمان به قطر رفته تا در آغاز جام جهانی سخنرانی کند. الله اکبر. وقتی این خبرها رو میشنوم بیاد آن آیه میافتم که الله تعالی در مورد مسلمانان ضعیف الایمان میفرماید و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما از پذیرش اسلام روی بگردانید الله قومی دیگر رو میآورد که اسلام میآورند و مثل شما نبوده در الله اکبر. خداوند برکت داد هر کسی که بر اسلام خدمت میکند. هر کسی که بر اسلام خدمت میکند خداوند به مالش، به جانش، به دولتش، به سرزمینش برکت دهد. ازم خودتون رو معرفی نکردید. شما که شماراتون آخرش 81 اسم مستعار بدید حداقل بگی از کدوم شهری. نصیحتی به مولوی بلوچستان کن که اهل حدیث رو بین خودشون نپذیرن. یعنی چی؟ بپذیرن. چرا نپذیرن؟ یا شما نوشتی بله بپذیرن. ما اینجا در نماز را پیاده میکنیم یا تراویح 8 رکعت میکنیم این کافر ما نگاه میکنن. در منبر نماز جمعه همش سرکوب میشیم. این تقصیر مولوی عبدالحمید قبل از هر کسی. این تقصیر بزرگ. در همین مورد میخوام مقاله بنویسم که در اول برنامه خواستم که دعا کنید که اون چه خیره خداوند بر من آسان بکنه. تقصیر مولوی عبدالحمید، تقصیر مسجد مکیه، تقصیر همفکرانشونه که در میان شیعیان دست به سینه، در میان اهل سنت تکبر میکنن. بارها این موضوع رو ذکر کردم. دکتر زاکر نایک در کشور قطر هستند. خداوند ایشان را سبب هدایت هزاران نفر از تماشاگران جهانی فوتبال قرار دهد. آمین یا رب. آمین. شون دوست ما و دعوتگری برجسته و خداوند به کارش برکت بده. دعوت مدرن اینه. اولین بار که میشم در عمرم
در یک جام جهانی اینطوری ازش استفاده میشه که برای دعوت. فلانی هم قیمت گذاری شد. چه ارز کنم ایشون آدم خوبیه، لیکن هر انسانی رو بخصوص وقتی انسان نیاز هم داشته باشه، دو نفر یه جای کار میکنه، یه جا مثال عرض میکنم $200 بگیره، یه جا 1200. خب میره جایی که 1200 طبیعیه، ولی کار نامردی و کار این آقایی که بهش اشاره کردم در اینترنشنال همیشه این بوده و الان هم هست. دو نفرشون فقط. سلام استاد، خدا قوت، منو میشناسید؟ بله، اسم شما رو نوشتم، واحد گلستان. این جنایت، این خوناشام را چیکار کنیم؟ الان ما هم از مامورای حکومت منطقه خودمون خونسا کنیم گناه داره یا نه؟ هر کس خودش باید دفاع کنه، نه که گناه نداره. هر انسانی حق داره که از خودش دفاع بکنه. آیا قرآن با سنت کامل شده؟ نه، این چه حرفیه؟ هر دو کاملند. قرآن، سنت شرح قرآنه. سنت شرح قرآن. ما سنت چیه؟ قرآن میگه نماز بخونی، سنت می شرحش میده که نماز با چه کیفیتی بخونید. روزه بگیرید، سنت یعنی پیغمبر شرحش میده که چطوری قرآن روزه بگیرید، چطوری حج کنید. ولی این لفظ یعنی نسبت به قرآن اندک بی ادبی است. نگیم که قرآن با سنت کامل شده، این قرآن با سنت شرح داده شده. امام حاکم چه مذهبی داشتند؟ آیا حدیثش مستند هستند؟ حدیثش مستندند، لیکن کتابش رو که نوشته چرک نویس کرده، پاک نویس نکرده، صحیح و ضعیف جدا نکرده. ولذا امام ذهبی این کار رو کرده. احادیث از احکام را که امام ذهبی تایید کرده اون درسته، اگر نه این کتابش رو بررسی کرده. مذهبش مذهب اهل سنت بوده، لیکن شیعیان که میگن شیعه به معنای آن روزش، نه معنای عقاید شیعه. یه طرفدار معاویه بوده، یه طرفدار علی، نه طرفدار علی بوده. مثال عرض میکنم، این به معنای شیعه عقیدتی نیست. به امامت معتقد نبوده، به اسمت معتقد نبوده، یک عقیده از عقاید شیعیان نداشته، نه اون بقیه ائمه اهل بیت. حاکم قطر شخصا دکتر زاکر نایک و شیخ حسین خمیس رو برای محاضرات دینی دعوت کرده تا مردم جان حقیقت دین را سامه بشناسن. بسیار کار خوبی کرده، خدا خیرش بده. و چون روابطشون با ایران خیلی نزدیکه، خیلی خوبه، بنده چند ساله که ویزا میخوام، موفق نشدم تا حالا و من معذورشو میدونم. عزیزم، نقد میکنید یا نه؟ عجله نکن، عجله نکن. این چیز من شما سوال کردم دیگه، عجله نکن، این بذار برای خودم. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستی.
اولین کسی که تو حکومت طالبان کشتنشون شیخ متوکل بود. چطور طالبان سلفی ها رو به خودشون میپذیرن؟ خب این اشتباه بزرگشونه دیگه. اگرچه اونا میگه ما نکشتیم، داعش کشته، آینده نشون خواهد داد. تكون غريب بين الناس، تتمسك بدينك ولو ظل أكثر الناس، ولو أصبحت أنت يعني غريب بين الناس، اصبر على هذا ما دام أنك على الحق، ما يهمك ترضي فلان ولا تزعل فلان، ما عليك هذا الدين هذا يحتاج إلى صبر، لأن الناس يتكلمون بك يبون أو ربما يضربونك بعد، ربما يسجنونك على دينك، لكن اصبر على الدين، اصبر. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روز بخیر هر جا که هستید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.